مردک میگم امروز ایترا گرفتم کو تا همین روزا کو بوده که من خونه آمدگی نیستم میدونی خیلی زیخ شدی و خیلی ممکن خونه ماماش رفته خونه خالش رفته خبرگیری نه اگر و اوجا میرفته مرا زنگ میزدن و اوجا رفتگی نیسته زنک جان یکی اگر این خیلی بگیریم که من خیلی گودکوی با عقل با فهم دوست میدارم نه مطلب برای فرزندم گرفتم برای ماشینت نه او خیلی یک همی در همه آدم خفنه که در همه زمستون در همه برفی های میگن کو جگر ایو دیگر چه مامی غرغرد بیا بریم گودک بکوی فو یه اون نیسته اونه هم که سرش سیو بچه ما سرش زرده نه اونو خونه سرش سیو در سر شبکه یا بیا کو بریم بیا ای بچه اوچه؟ اوتای نوک؟ تو برای چی خونه نمیری؟ برای چی خونه نمیرم؟ برای نمی شوی نوکدگی برای نمی پیاندر اوخی پیاندر رو چیکار کده که خونه نمیری؟ برای چی؟ چیکار کده؟ من روزی دراز کنم خیلی رفیقام مرا ببینن کو من ایزو میکشم های رفیقام من رفیقام میبینم هی اوسو میرم مرا مذاق میکنم فقط سبب شما دا بگو اوخی برای چی ایزو میکشی؟ برای چی؟ برای نمی زوادی بومگش بودن تو فخر که اوتی نوکد زوادی بومگ ساخته هر کس زواد ساخته نمیتونه کتگی گوده که بی؟ راست میگه چی بکتی اوتای نوک دیگه جنگ میکنی؟ برای کی نامی بومگره با نامی من مونده زندگی چیست خونه دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن زیر دیوار آرزو مردن زندگی چیست خونه دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن زیر دیوار آرزو مردن زندگی زنک چوکری ساری روز خطی بایتا گریده گذاشتی؟ چه چوکر؟ این آوازی ایتای تریزه همسویا گذاشتم همسویا شوش 13 گفته استه که کفترچه من با این آمده استم ما زیرا در خانه آمده استم اینه همسویا نیسینگی شوش 13 میگه که خرگوشچه من همیت مرا مهربانی نکدی عصبی نشو زنک زیخ شدی با خیلی ما تر چی بگم که خرسان میشی خیلی میسول اگه خیلی مهربانی که خیلی خیلی چلی خیلی گاوزن خدت خیلی میسول خیلی بگو پیشکچه من خیلی ماینا اینه پیشکچی من آخی خیلی نه این رنگ مرده که همسوی زن شمه که نکو مهربانی آنم خیلی مهربانی بکم بگو پیشکچه من خیلی نه پیشکچی من خیلی نه خیلی بود خیلی مهربانی کنم تا این خیلی بگو پیشکچه من پیشکچه دکه هیگه دلشاد جان این نمیفهمه دلشاد ای بچه چی فریاد میکنم ها نمیگی گوشت وزبینه نه چیرن گوش مای خیموندا میره بینم میفهمم گور کاکدسم مغولدا چی میگی ای تو گوامون گوا چو میکنی بدوا سو بیا مت دایگا پینیشتیاک دارو او چی میفهمم بیا همین تا بو پر مت رمی کپم دلشاد جان بو پر مینا اومدم به یه بین اومدم آخی یه پیس آخی گیجو رفته سی اومدی؟ ها گفتی بیا ترساندی سوز؟ میشه راماش ملازه تینجی سوز هم قفارود میکنم نمیفهم یا گپی گفتم زور دارم آخی گوه رو گفتم کو چی کده گوهمو یا گپی که هر دفعه میگفتم وعدت میکردم کو کی را؟ ترا همو بخرسی چی؟ اوچا رفتم بزرگ
بزرگ رفتم اوه کار حوزی بزرگ رفتم این حوزی را خونه مونده هیچ کنیست هر دو وقت من حوزی خونه مو میریم فهمیده سی هم مقصدی مرا کی؟ مقصدی گم ما فهمیده سی هر دو مون خونه مو در هیچ کنیست اتا و چم رفت بزرگ هر دو مون تو قیم در خونه دیمونه فهمیدم در کنی نه فرسته نمیشه. درمانش اوزی ما گوش کن اوزی میریم خونه مو هر دو مون تا قاکه فهمیدی آخی مقصد ما دلشو جان فهمیدم چی فهمیدی؟ تو بلایه کلت زور کار میکنه چی فهمیدی دلشو جان؟ این خیلی کرنگی کلمه خیلی میشه گو تسکو چی فهمیدی؟ گفتی کو تو چند بزرگ رفتگی های خای ولی ای بزرگ یکم چی میارن انا به هر دو منطقه میخریم اکای سادی؟ اکای سادی بخیر سنت جورات اومد پیش در نگاه دورتا بره بگو نیسته آخی گفتم شکی نیستم قخیره هسته که دم پیش در ایستاده بخیر که اگونگا بزر میگوش اصحابی خیرون ویرونن دست رو مشون بگو میام مالی چو کاری سنت؟ ساعتی سودی تنجی رحمت خنازی میشه رحمت بیا مونه همین روز داری هم خونهاتون همین تق میکنم نه آوازت میبره نه اگون چی نه ما گفتم که بیا اینجا دا بشینیم چخ کنه باور که سنت جان هم دین اگزم نرفت بدیم همین خیلی باور که مونده شیدم همین خو میخیزم بفرگیم نمیرویا با اگزم سپردم گفتم بخ تو بگر خو میره اوخی ما که در تلفنم اینترنت گذروندم که بیای وای فای مگیرون کنم هر دوان اینترنت بدرویم کار کنیم تلفنم زریعت نداد زریعت پر شوا با میگیریم اوخی باش ها میدریم خای میشوا با تو اگزم چه خیلی سپردی اگزامین دین جورو میدون چه خیلی کرد اونمو لیست امتحانیه کو لیست سفید اچور خوغی سفید اونمو خولی رو بردم هم خیلی اگزامین سپردم با تو چی کاری؟ ما هم رنگی تو سپردم چه خیلی رنگی ما؟ اینمو لیستی سفید ای کو اچور گفتگید اونم خیلی را بردم خولی سپردم تو باید خیلی نمیکردی چوا؟ خولی هم معلوم فکر میکنی که خودمان ایرو یکدیگرمان رو بردار کردگیم